فصل دوم، اعراب و تمدن آنها. اصول عرب. مورخان اقوام و طوایف عرب را بر حسب سلسله نسب‌هایی که به آنها منسوبند به 3 دسته تقسیم کردند. اول، عرب باعده، قبایل عاد، ثمود، عمالقه، تسم، جدیس، امیم، جرهم و حضرموت و قبایلی که به قبیله حضرموت منسوبند جزو عرب باعده هستند. این قبایل قبل از اسلام از بین رفتند و در زمان خود پادشاهانی داشتند که قلمرو فرمانروایی آنها تا شام و مصر امتداد داشته است. دوم، عرب عاربه، عرب‌هایی هستند که از خاندان یعرب ابن یشجب ابن قحطان می باشند و عرب قحطانیه نامیده می شوند و به عرب جنوب معروفند و پادشاهان یمن و معین و سبع و حمیر از آنها هستند. سوم، عرب عدنانی، به عدنان منسوبند که نسب عدنان به اسماعیل ابن ابراهیم علیه السلام می رسد و به عرب مستعربه نیز معروفند، یعنی با نژاد غیر عرب آمیختند. سپس به علت این آمیختگی زبان عربی آمیخته و تازه‌ای به وجود آمد که وطن اصلی عدنانی های مکه بود و به عرب های شمال معروف بودند. آنها از فرزندان اسماعیل علیه السلام و افراد قبیله جرهم می باشند که اسماعیل علیه السلام زبان عربی را از آنها آموخت و با ازدواج با یکی از زنان این قبیله با آنها خویشاوند شد و فرزندانش همچون اقوام مادری خود عرب شدند. از معروفترین فرزندان و نوادگان اسماعیل علیه السلام عدنان پدر بزرگ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است که قبایل مختلف عرب از دودمان عدنان هستند و پس از او فرزندش سعد، سپس نزار و پس از او فرزندانش مزر و ربیعه بودند. فرزندان و نوادگان ربیع ابن نزار در شرق اقامت گزیدند. عبدالقیس در بحرین اقامت گزید و حنیفه در یمامه ساکن شد. بنو بکر ابن وائل در میان بحرین و یمامه جای گرفت و بنو تغلب از فرات عبور کردند و در شبه جزیره عربستان میان دجله و فرات مقیم شدند و تمیم در صحرای بصره سکنا گزیدند. فرزندان مزر نیز پراکنده شدند. سلیم نزدیک مدینه و ثقیف در طائف اقامت گزیدند و سایر افراد قبیله هوازن در شرق مکه جای گرفتند و قبیله اسد از شرق تیما تا غرب کوفه ساکن شدند و قبیله ذبیان و عبس از تیما تا حوران سکونت گزیدند. اکثر علمای انساب علاوه بر تقسیم بندی فوق، عربها را به 2 قبیله عرب عدنانی و قحطانی تقسیم بندی می نمایند و نسب آنها را به حضرت اسماعیل علیه السلام می رسانند. امام بخاری این مطلب را در کتاب صحیحش در باب نسبت یمن به اسماعیل علیه السلام ذکر کرده است و در این مورد حدیثی از سلمه روایت نموده است که گفت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر گروهی وارد شد که مسابقه تیراندازی می‌دادند. فرمود فرزندان اسماعیل تیراندازی کنید و من همراه فلان تیره هستم. آنگاه آنها از تیراندازی دست کشیدند. فرمود چه شده است شما را؟ گفتند چگونه تیراندازی کنیم در حالی که شما با بنو فلان هستید؟ فرمود تیراندازی کنید که من با همه شما هستم. و در بعضی روایات آمده است ای فرزندان اسماعیل تیراندازی کنید زیرا پدرتان تیرانداز بوده است. امام بخاری میگوید اسلم ابن افس ابن حارثه ابن عمرو ابن عامر از قبیله خزاعه مسلمان شد. خزاعه گروهی است از قبیله های سبع که پس از سیل ویرانگر ارم متفرق شدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از قبیله مزر بود. امام بخاری از کلیب ابن وائل روایت می نماید که به زینب دختر ابو سلمه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را پرورش داده بود گفتم آیا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از قبیله مزر بود؟ گفت آری، پیامبر از تیره بنو نضر ابن کنانه بود. قریش از دودمان کنانه بود. آنها فرزندان فهر ابن مالک ابن نضر ابن کنانه بودند و قریش به قبیله‌های مختلفی تقسیم شدند که معروف‌ترین آنها جمح و سهم و عدی و مخزوم و تیم و زهره و بطون قصی ابن کلاب بودند که عبارتند از عبدالدار ابن قصی و اسد ابن عبدالعزا ابن قصی و عبد مناف ابن قصی. از عبد مناف 4 تیره پدید آمد که عبارتند از عبد شمس
و نوفل و مطلب و هاشم و خاندان هاشم همان است که الله متعال از آن محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب صلی الله علیه و سلم را برگزید. امام مسلم در کتاب صحیح خود در حدیث 2276 می‌فرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود الله از میان فرزندان اسماعیل کنانه را و از بنی کنانه قریش را، از قریش بنی هاشم را برگزید و از بنی هاشم مرا برگزید. تمدن‌های شبه جزیره عربستان. از دیرباز در سرزمین‌های عرب تمدن‌های اصیل و ریشه‌داری وجود داشته است که معروف‌ترین آنها عبارتند از: اول، تمدن سبع. قرآن کریم به این تمدن اشاره کرده است. مردم یمن از آب باران و سیلاب‌هایی که در میان شنها به هدر می‌رفت و به دریاها می‌ریخت استفاده کردند. آنها برای مهار این آبها سدها و آبانبارهای هندسی پیشرفته‌ای ساختند که معروف ترین این سدها سد مأرب بود و به این ترتیب از این آبها برای کشاورزان و آبیاری درختان استفاده می‌کردند. چنانکه الله متعال در سوره مبارکه سبع آیات 15 تا 17 می‌فرماید: لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. برای اهالی سبع در محل سکونتشان نشانه ای از قدرت الله بود. دو باغ در سمت راست و چپ داشتند. از روزی پروردگارتان بخورید و شکر او را به جای آورید. شهری است پاک و پاکیزه و پروردگاری است بست آمرزنده، اما آنان روی گردان شدند. بدین سبب ما سیل ویرانگری را به سویشان جاری ساختیم و باغ‌های ایشان را به باغ‌های با میوه‌های تلخ و درخت‌های شوره گز و اندکی درخت سدر مبدل ساختیم. این چیزی بود که به خاطر کفران نعمت ایشان را بدان کیفر دادیم، مگر ما جز ناسپاس را مجازات می‌کنیم. قرآن کریم به وجود آبادی‌های به هم پیوسته اشاره کرده است که از یمن تا حجاز و شام ادامه داشت و کاروان‌های تجاری و مسافرانی که از یمن به شام می‌رفتند هرگز در این مسیر با کمبود آب و غذا و سایه روبرو نمی‌شدند. الله متعال در سوره مبارکه سبع آیات 18 و 19 می‌فرماید: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. میان آنان و شهرهای دیگری که پر برکت و پر نعمت کرده بودیم شهرک‌ها و روستاهایی ساخته و پرداخته بودیم که نمایان بود و در میان آنها فاصله‌های مناسب و نزدیک به هم ترتیب داده بودیم و به ایشان پیام دادیم که شبها و روزها در امن و امان در آنجا سیر و سفر کنند. اما ایشان گفتند پروردگارا فاصله‌های سفرهای ما را زیاد بفرما و بدین وسیله به خود ستم کردند و آنان را سخنانی بر سر زبانها نمودیم و سخت متلاشی ساختیم. قطعاً در این سرگذشت نشانه‌های عبرتی برای همه شکیبایان سپاس گزار است. دوم، تمدن عاد در احقاف. اقوام عاد در شمال سرزمین حضرموت زندگی می‌کردند. الله متعال پیامبرش هود علیه السلام را به سوی آنها فرستاد
آنان دارای خانه‌های محکم و کارخانه‌های متعدد و باغ‌ها و کشتزارها و چشمه‌ها بودند. الله متعال در سوره مبارکه شعرا آیات 123 تا 134 می‌فرماید: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. قوم عاد پیغمبران را تکذیب کردند. بدانگاه که برادرشان هود بدیشان گفت: هان تقوا پیشه کنید، من پیغمبر امینی برای شما هستم. از الله بترسید و از من پیروی کنید. من هیچ اجر و پاداشی در برابر این دعوت از شما نمی خواهم. اجر و پاداش من جز بر پروردگار جهانیان نمی باشد. آیا شما بالای هر بلندی و مکان مرتفعی کاخ سر به فلک کشیده ای می سازید و به خوشگذرانی و کارهای بیهوده می پردازید و دژها و قلعه هایی می سازید که انگار جاودانه می مانید و هنگامی که مجازات می کنید از حد تجاوز می کنید و همچون ستمگران و سرکشان کیفر می دهید. از الله بترسید و از من اطاعت کنید و بترسید از اللهی که شما را با نعمتهایی که می دانید یاری داده است، با چهارپایان و فرزندان و با باغها و چشمه‌ها یاری داده است. سوم، تمدن ثمود در سرزمین حجاز. قرآن کریم به وجود تمدنی در سرزمین هجر و به توانایی افراد آن برای ساختن خانه‌هایی در دل کوه‌ها و به چشمه‌سارها و باغ‌ها و کشتزارهایی که در اختیار داشتند اشاره می‌نماید. و در سوره مبارکه شعرا آیات 141 تا 150 می‌فرماید: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. قوم ثمود پیغمبران را دروغگو نامیدند. آن زمان که برادرشان صالح به آنها گفت: آیا تقوا پیشه نمی سازید؟ من بیگمان برایتان پیغمبر امینی هستم. پس از الله بترسید و از من اطاعت کنید و در قبال تبلیغ دعوت اجر و پاداشی از شما درخواست نمی کنم. اجر و پاداش من جز بر پروردگار جهانیان نیست. آیا شما در نهایت امن و امان در ناز و نعمت جهان رها می شوید؟ در میان باغها و چشمه‌سارها و در میان کشتزارها و نخلستان‌هایی که میوه‌های نرم و شاداب و رسیده دارند و ماهرانه در دل کوه‌ها خانه‌هایی می‌تراشید. از الله بترسید و از من اطاعت کنید. و همچنین قرآن کریم در سوره مبارکه اعراف آیه 74 درباره آنها فرموده است: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. و بیاد داشته باشید که الله شما را جانشین قوم عاد کرده است و در سرزمینی استقرار بخشیده است که می توانید در دشت‌های آن کاخ‌ها برافرازید و در کوه‌های آن خانه‌ها بتراشید و بسازید. پس نعمت‌های الله را به یاد داشته باشید و در زمین تباه کارانه فساد را میندازید.
تمدن‌های یاد شده از دیرباز از بین رفتند و نابود شدند و جز آثار و نشانه‌ها و تپه‌ها چیز دیگری از آنها باقی نمانده است. آبادی‌ها و شهرها از بین رفتند و خانه‌ها و قصرها ویران شدند و چشمه‌ها خشکیدند و درختان نابود گشتند و باغ‌ها و کشتزارها به زمین خشک و بدون محصولی تبدیل شدند.